در ادامه بحث عملگرها توی ویدیو قبلی با عملگرهای ریاضی آشنا شدیم و توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ دو دسته دیگه از عملگرها که اولیش یونری هستن. عملگرهای یونری که میخوایم با هم دیگه بررسیشون کنیم و ببینیم چه نوع عملگرهایی هستن. عملگرهای یونری عملگرهایی هستن که فقط روی یک متغیر یا روی یک آبجکت اعمال میشن. من اینجا کد هامو پرینت کامنت میکنم. شما اگر چند خط رو با هم سلکت کنید و کنترل رو بگیرید و اسلش رو بزنید میتونید چند خط رو با هم دیگه کامنت کنید. اینم کامنت کنم، اینجا رو نیازی ندارم، نمیخوام اجراشن دیگه. چی داریم؟ پرینت. اینا رو هم کامنت میکنم. اما بریم سراغ دسته عملگرهای یونری. من اینجا براتون کامنتش هم میذارم، اگر شما به سورس نیاز داشتید بتونید خیلی راحت هر بخش رو متوجه شید. عملگرهای یونری خیلی ساده هستن و گفتیم فقط میان روی یک آبجکتی اعمال میشن. من اینجا یک متغیری دارم به اسم A که مقدارش از 10. حالا عملگر یونری چیا داریم توی زبان دارت؟ دو تا بیشتر نداریم که ازشون بیشتر از همه استفاده میکنیم. بیشتر داریم ولی دو تاشه که ما از اونها نسبت بقیه خیلی بیشتر استفاده میکنیم. بقیه اپراتورها رو نیازی نداریم از دسته یونری که باشون خیلی سر و کار داشته باشیم. اولیش اپراتور پلاس پلاس هست. من میخوام یک واحد به این متغیر A اضافه کنم. میتونم بیام بنویسم A مساویه A به علاوه 1. خب این داره میگه که به متغیر A یک واحد اضافه کن و داخل متغیر A هم ذخیرش کن. این کار رو میتونیم بیایم به این شکل بنویسیم، بگیم A پلاس پلاس و این دقیقا میاد همین کار ما رو انجام میده. پلاس پلاس یعنی بیا و یک مقدار، یک واحد به متغیر من اضافه کن. من اینجا بیام حالا بگم پرینت کن مقدار A رو، انتظار دارم که عدد 11 رو به من نشون بده. اجرا میکنم برنامه رو و صبر میکنم تا اجرای برنامه من تکمیل بشه. خب اینجا داره خطا میگیره، ببینیم خطاش چیه. کامنت کردیم فایل ها رو و میگه که متغیری به اسم A ما نداریم. خب چرا نداریم به اسم A؟ بریم بالاتر. اینجا هم از A خطا گرفت و کلا هر چی A بود از ما خطا گرفت. چون دلیلش اینه که من اینجا یه دونه تعریف A داشتم، اونو کامنت کردم. اینجا اینها رو هم کامنت کنم، چیز دیگه نیست کامنتش کنم. خب یه بار دیگه اجرا کنم. بله الان میبینید میگه که متغیر A مقدارش 11 هست. مقدار اولیش چند بود؟ 10. گفتم A پلاس پلاس و مقدارش شد 11. این پلاس پلاس رو میتونید به این شکل هم بنویسید، یعنی بیایید پشت آبجکت یا متغیرتون قرارش بدید. پس با اپراتور پلاس پلاس هم آشنا شد که بهش میگن اینکریمنت هم میگن. حالا شبیه به اینم داریم ماینس ماینس. دو تا منها قرار بدید یا داش، یک واحد کم میکنه از متغیرتون که میبینید به من عدد 9 رو نمایش داد. طبیعتا این هم در واقع همون A مساویه A منهای 1 هست و این هم اینجا من برای راهنمایی بذارم A به علاوه 1 هست. این دو تا اپراتور از اپراتورهای یونری هستن که فقط میان روی یک متغیر اعمال میشن. اپراتورهای دیگه‌مون رو دیدید، اینجا تقسیم بود، ضرب بود، هرچی بود بین دو تا متغیر انجام میشد و خیلی ساده هستن، خیلی کاربردی هستن و ازشون ما توی تولید نرم افزار توی روند توسعه‌مون استفاده میکنیم. قطعا خیلی جا توی بحث حلقه‌های فور ازشون زیاد استفاده میکنیم که جلوتر میبینیم. من این بخش هم کامنت کنم تا بریم سراغ دسته بعدی از اپراتورها. دسته بعدی از اپراتورها
اساینمنت ها هستن. اساینمنت اپراتور که با استفاده از این اپراتورها ما میایم و یک مقداری رو نسبت میدیم یا قرار میدیم برای یک متغیر و میتونیم بیایم اپراتورهای دیگه رو باهاش ترکیب کنیم و نتیجه یک اپراتور رو قرار بدیم برای یک متغیر و بیایم اپراتورهای کوتاه‌تری رو بسازیم. به چه صورتی؟ من اینجا ببینم کامنت کردم یا نه. بله، اینجا من بیام بگم وریبل a مساوی 5، وریبل b هم مساوی 3. خب میخوام بیام بگم مثلا چیکار کن، مثلا دو تا متغیر a و b رو با هم دیگه جمع کن و نتیجه رو داخل متغیر a ذخیره کن. خب راهی که میتونستیم انجام بدیم تا الان این بود a مساوی a به علاوه b. خب این میاد نتیجه رو برای من نمایش میده و میگه a دو نقطه a، انتظار دارم که نتیجه برابر با 8 باشه که اینجا هم میبینیمش. حالا یه راه دیگه دارم، بیام بگم a به علاوه مساوی b. اجرا کنم برنامه رو، میبینید که باز هم داره به من 8 رو نشون میده. ما میتونیم اینجا اپراتور یا قرار بدیم، یک اپراتور ریاضی که جمعه و بعدش اساین کنیم مقدار رو به یک متغیر دیگه ای که همون a هستش. این در واقع چیکار داره میکنه؟ داره میگه که a مساوی a به علاوه b، a و b رو با هم دیگه جمع کن و نتیجه رو داخل a قرار بده. متغیری که پشت مساوی قرار داره مقدار داخل اون ذخیره میشه و این قسمت هم عملگر ریاضی اون هستش و طرف سمت راست هم مقداری که قراره داخل اون اپراتور ریاضی قرار بگیره به عنوان متغیر دوم. خب طبیعتا اگر بخوام اینو به شکل منها بنویسم میتونم بگم a منها مساوی b. نیازی نیست اینجا حتما از متغیر استفاده کنید، به جای که بنویسید a منها مساوی b میتونید بگید a منفی مساوی 2 و اینو کامنتش کنم و این میاد از متغیر a 2 واحد کم میکنه. میبینید برای من 3 رو نمایش داد. مقدار اولیه a 5 رو 2 واحد کم کرد و مقدارش برابر با 3 شد. از این یه کپی دیگه بگیرم، مقدار برابر با 1 شد. خب این هم برابر هستش با a مساوی a منهای 2. به این صورت بنویسم که خیلی راحت‌تر متوجه بشید تو مطالعات بعدیتون. خب میتونید حدس بزنید اینجا ما میتونیم هر عملگر ریاضی رو قرار بدیم. عملگرهای ریاضی رو داخل ویدیو قبلی با هم دیگه یاد گرفتیم. من میتونم بیام بگم اینجا a تقسیم بر مساوی باشه مثلا 5. خب اینجا داره از من خطا میگیره، میگه نتیجه این تقسیم دابل هست، نمیتونی داخل این ذخیره‌اش کنی و من اینو فعلا اینجا یک متغیر اینو دابلش میکنم، بگم این باشه 5-0 که ایرادی نگیره فعلا. خب اینو اجراش کنم، انتظار دارم 5 تقسیم بر 5 1 باشه جوابش، که جوابش 1-0 است. دابل داره حسابش میکنه چون تقسیمه و این هم برابر هست با a مساوی a تقسیم بر 5. خب این عملگرها بهشون میگیم اساینمنت که میتونیم ترکیبشون کنیم با عملگرهای ریاضی و بیایم عملگرهای خیلی کوتاه‌تری اینجا قرار بدیم. همون عملگر یونری a++ هم میتونیم اینجا بنویسیم a به علاوه مساوی 1 و اینجا مقدار 6 رو برای ما نمایش میده.
پس این هم برابر هست با عملگر A پلاس پلاس و عملگر A مساوی A به علاوه 1. یعنی این سه تا عملگر، این سه تا دستور همشون دارن یک کار رو برای من انجام میدن و این دیگه دست شماست که با کدوم راحت تری. طبیعتا A++ از همش کوتاه تره. به عنوان تمرین هم شما میتونید بیاید و عملگری مشابه این عملگر بسازید. A مساوی A ضرب در 2. اینو بیاید به صورت این شکلی برای من طراحی کنید، در واقع برای خودتون تا تمرین بشه. بیاید شکل‌های دیگه شو بنویسید. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. خسته نباشید.